سلام بچه ها، خوش اومدید به ویدیو دیگه. بچه ها، راجع به مدرسه رفتن میخوام امروز باتون یه مش صحبت خیلی جدی انجام بدم. بچه ها نگاه کنیم، ما میریم مدرسه، ما میریم کار میکنیم، پول در میاریم که پول بدیم بریم مدرسه، چی بگیریم که بریم کار کنیم پول در بیاریم. اینا سودش کجاست؟ اونایی که نفهمیدن بزنن عقب دوباره گوش بدن. خب یه چیزی دیگه، به نظر که اول نفر که اینستا رو نصب کرد چی نگاه کرد؟ به نظر که مانی‌ها هم چشمشون میشه. وقتی که چشتون رو میبرین میتونین، یعنی وقتی که چشتون رو میبرین سیاهی میبینین، یعنی اونایی که از مادر، یعنی از وقتی که به دنیا اومدن کورن اصلا نمیتونن هیچ سیاه هست، انگار هیچی رو نمیبینن. اگه باورت نمیشه تست. و یه چیزی هم که میخواستم بهتون بگم، حتما چنل ما رو سابسکرایب کنید، زنگوله‌ش هم فعال کنید تا ما رو به 50 تا برسونید. شعر عجیبیه. ای بابا یارو با سطیر آخه بات سگ. یه لحظه بچه ها داشتم میگفتم نکنید، من یه چالش سیپی برگزار کردم که هیچ شرکت نکرد، پس برای همین سیپی به کسی ندادم، ولی میخواستم یه چیزی رو بهتون بگم. اینم اون بود که هیچ وقت با کسی مثل آدم فروش و خادمان مدرسه دوست نشید. این بدترین افرادی که توی زندگیتون میتونید بفهمین همینا هم. ما یه بار معلممون یادش رفته بود زنگ آخر مشق بده، یعنی ما خیلی خوشحال شادان میخواستیم بدون که یهویی بچه جلو همه رو گرفت گفت استاد هنوز مشق نداده، بشینیم که باید مشق بده. بعدش که مطمئن شدیم دیگه میخواد مشق بده، بعد یه مشقی مال ریاضی بود اونو یادش رفته بود، سری گفت استاد این مشق ریاضی و بله دیگه، یعنی یه جوری پشمای همه بچه ها ریخت که نگو. و بله و هیچ چیزی نمیتونه جای خایمال رو بگیره. نه شوخی نمی کنم و واقعا دارم نگاه کنین. الان چی میکردم؟ مثلا اگه من الان بخاطر خایمال الان مشق نمینوشتم و نمیتونستم که درست درسامو بخونم، نمره خوب بگیرم، تلاش کنم. بچه شو براتون سوال باشه که من چرا فیسیبیل نمی کنم. بچه ها راستش من فیسیبیل نمی کنم چون که هم میخوام سب کنم هر وقت که 50 تایی شدم این کار رو انجام بدم. به هر رایگیری و ویدیوهامون تو رو خدا لایک کنید تا به 100 کار که نه به 50 تا هم برسیم خودش کافیه. خب سورپرایزش کن. نگاه کنید، دوئل یه چیزیه که برادر باشی خواهر باشی هر چی باشی با هم دشمن میشی. من الان دارم با یه یوتیوبری دوئل میزنم که این فازیه، خیلی دخترم هست و خیلی فازیه. فکر نکن من همیشه میرم با باتا دوئل میزنم که بیچاره شما خودم پلیر نشون بدم. این دختر کوری خوند، منم رفتم زدمش. بالاخره زد. این کلاس هم هست که الان دارم کلاس بگیست، ولی خب من نکنم اینو یه دست بندازیم. اینو ویدیوشو گذاشتم اگه میخواین بریم نگاه کنیم. ولی ایمم روش بود دیگه که نمورد یارو. باز پلیر فقط گرفتنم فازی چرود. یه بار دیگه به منو بزنه گان اصلیمو میکشم، یه جوری راشیشو میدم گریهش بود. وات
حاجی دیدین چجوری زدمش؟ حاجی لگ بودم وات. ای خدا این دختر یوتیوبره آخه. اسم چنلش هم شد براتون گذاشتم. ما یکی هم داشتیم که این حول آقا یعنی از حول هم حول‌تر بود بچه ها. اسمش امیرعلی بود که یعنی سال سوم داره بکنم سال سوم بود. اسمش امیرعلی یعنی نگاه کن یعنی همه دخترها باش میگشتن مثلا میگفتن بچه ها جرأت هستید که بریم امیرعلی صدا بزنیم. فامیلیش هم جهانی بود امیرعلی جهانی. یعنی انقدر فامیلیش خفن بود که من پشمام ریخته و گفتم کاش من این فامیلی رو داشتم. امیرعلی جهانی اولش باباش فامیلیش یعنی بابا بزرگش فامیلیش جهانپور بوده. باباش میره فامیلیشو عوض میکنه میذاره جهانی. اینم هنوز جهانی. سیشتیر بچه نکنیم. من خواهم یه چیزی رو بهتون بگم. من خواهم پلیر بودن به مثلا دایمنت گان گولد گان اینا نیست. من دیل دایمنت هم دارم ولی خب من دوستان برای یک مش چیزای خصوصی که فقط خودمونی اومدیم این گذاشت و بله دیگه میخوام با دیل خودی شروع رو بزنم. دیل ندارم دیل خودم رو زندگی یه شات نشد چون دختره یعنی اینجوری که یه شات نشد دو شات نشد سه شات نشد وای چهارمی شات شد وای و دیدی چجوری زدمش چهارمی شات. این چقدر اصوله. خب من میفهمم داری میری بالا برو یه جا دیگه کم کن. یعنی از این شاسکولتر تو جهان ندید. فردا میخوام بریم با یه لول 400 جو به تک. او شمپر منپر شمپر منپر آیم مستر تمپر. آخرین شاتشو بچه میخوام به عشق خودتون فینیش کنم. اینجا میخوابم که من نبینم. سیشتی Enemy contact. خیلی خوب که به کم باشه. بلد آخریش فقط هیم فایر بزنم ببینم شاید خود شد بابا بلند آفی یو 26 خیلی خیلی از لحظاتی که بکنم بابا این یکی رو بگفتم با دیزانگیش تونست ما رو برنده کنه تا ویدیوهای بعد و دوئل‌های بعد فعلا. و بچه اگه که یوتیوبر هم میشستی که خیلی کری میخونه آیدیشو برام پایین بنویسید بریم باشه دوئل مشتی بکنیم مثل همین دختره که دیگه اسمش این بوده دستش که کیپش کنیم ولی خیلی رفتی طول توفنگای نداره. فعلا خدا حافظ.